ساکنان دهه دریا آباد ناحیه رودکی میگویند سرخطیب ملا جمال‌الدین نعمت‌زاده پسر مفتی سابق امان‌الله نعمت‌زاده در صحن مسجد آنها را دشنام داده است. تلاش‌ها برای تماس با جمال‌الدین نعمت‌زاده تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد. نزدیکانش گفتند که او را نمازگزاران عصبی کردند. به گفته شاهدان ملا جمال‌الدین از آنکه که ساکنان به امامتی پسر او در این مسجد در نماز روز جمعه ناراضگی بیان کردند خشمگین بود. در یک نواری که کاربران به رادیو آزادی ارسال کردند گفته می شود شب 7 می ثبت شده است و دیده می شود یکی از نمازگزاران از دشنام شدن همگان به خشم آمده اعتراض می کند. نفری که از او ملا جمال‌الدین نام برند به او در افتاده از گریبانش می دارد و به تندی می پرسد که تو کی هستی که اعتراض می کنی؟ این شخص می گوید یک آدم عادی از شهر کلوب هست و اینجا مهمانی آمده است ولی از آنکه که همگان دشنام شنیدند نگران است. در همین لحظه ملا جمال‌الدین از گریبان او داشته کشوله می کند و کوشش می کند به خانه دیگری مسجد او را درآورد. نمازگزاران مانع می شوند و می گویند حضرت این کارا نکنید، شما خطیب هستید. این زمان ملا جمال‌الدین یک دشنام آبدار به زبان می آورد و با بلندگویک خطاب به مردم می گوید همین مسجد را محکم نکنم اگر من زنی شما شده باشم. یک حیات دیگر در این مسجد نماز نمی خوانید. سید قدم نعمت‌زاده برادر ملا جمال‌الدین در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود خیلی برادرش را عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند گفت. ملا جمال‌الدین سرخطیب ناحیه رودکی تو چندی پیش در مسجد محله به نام حضرت مولانا امام بود. بعد که این قسمت ناحیه رودکی به شهر دوشنبه همراه شد او در مقامش سرخطیب ناحیه باقی ماند اما به دیگر مسجد گذشت. 3 نفر از ساکنان دهه دریاباد رودکی در صحبت با رادیو آزادی گفتند روز 7 می یکی از پسران ملا جمال‌الدین با نام اعظم قبل از نماز جمعه به مسجد آمده خود به جای خطیب این مسجد می نشیند. خطیب چیزی نگفته منبر را خالی می کند اما نمازگزاران اعتراض می کنند. شب آن روز بعد از نماز تراویح ملا جمال‌الدین با پسرش به مسجد می آید و به گفته ساکنان پسرش مردم را دشنام می دهد. بعدا ماجرایی که در نوار ثبت شده است رو می زند. نظر پدر و پسر به این ماجرا معلوم نیست و در صورت دسترس شدن نظر آنها نیز نشر می شود. همصحبت رادیو آزادی در کمیته دین با شرط ذکر نشدن نامش گفت این نوار به دست مسئولان ناحیه رودکی نیز رسیده است. او گفت حالا مقامات رفتاری روحانی را بررسی دارند و احتمال او از وظیفه‌اش برکنار می شود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان و نعمت‌الله دولتов رئیس بخش دینی ناحیه رودکی به زنگ‌های رادیو آزادی در این رابطه پاسخ نگفتند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکان مقدس می شمارند و روحانیان و عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا پرهیز می کنند.